ندارد این یاره که من دارم کلاب و کابل ندارد این سوزه که من دارم جگری بلبل ندارد این یاره که من دارم کلاب و کابل ندارد این سوزه که من دارم جگری بلبل ندارد خندان صفت در تگی دالان شیشتای زلفا شب آب آبی بارا شستای گفتم بیروم بوسه گیرم از بری روشه گفتم بیروم بوسه گیرم از بری روشه خندید و بغم زگفت بابام شیشتای گلدان اما گل ندارد خروسا کاکل ندارد این یاره که من دارم کلاب و کابل ندارد این سوزه که من دارم جگری بلبل ندارد این یاره که من دارم کلاب و کابل ندارد این سوزه که من دارم جگری بلبل ندارد این راه رو پرو خرابم کرده این نودنی حال جگر کبابم کرده یک سوغمی مردن یک سوغمی تو یک سوغمی مردن یک سوغمی تو مردن چی غمی تو آبون کردن گلدان اما گل ندارد خروسا کاکل ندارد این یاره که من دارم کلاب و کابل ندارد این سوزه که من دارم جگری بلبل ندارد این یاره که من دارم کلاب و کابل ندارد این سوزه که من دارم جگری بلبل ندارد گلدان اما گل ندارد خروسا کاکل ندارد گلدان اما گل ندارد خروسا کاکل ندارد چی ما را فریب دادی؟ گفتی بیاد سرود بخونی این نغمهش با چی بدی تریاکه؟ همه تماشابینا تماشابینا من خودم میخونم کوقی خودم هستم گفتی چی کی؟ استاد اگر شما رو هم خیلی دعوت نکنیم شما نمیبیایید همین سعیم کرم خدیه وقت او یک وقته سرود آب در کشتی را تقلید نکرده بود یک معرکه رفتیم نه هم را میخونم نه همی بخونه این برنده برده بودیمش یکو ما بچه ما سرود ما میخونم نه همی سعیم کرم بخونه بعد ما را نخوندن یکی وقتا نمیدونم که چی بگم خواهی که
یک گیلوش کنم هم یک جریمت کنم یک 5000 بسپوری بعد دیگه نمیکن تقریب فهمیدی؟ هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان جمعخان سفرов سرودی دارند با نام لحظه های با تو بودم، ولی این سرود تا حال تنظیم نگردیده است و پیوسته در معرکه های مردمی سراییده می شوند و ما تصمیم گرفتیم که همین سرود را به رشته موسیقی درآورده امروز در برنامه شهرآشوب پیشنهاد تماشابینان گردانیم. می‌خواستیم که اوید به تولید همین سرود و مفهوم و محتوای سرودی لحظه های با تو بودم در اینجا چند سخن میگفتید. این سرود در ایجادیت من یکی از اون سرودهای بسیار پسنده است که من هرم زیاده در همه خرسنده در هر جا میسرایم و این لحظه با دعوت شما چند مثال رو میگم. لحظه های با تو بودم، لحظه های جاودانی، لحظه های به تو بودم، زندگانی زندگی نیست. تو برای من عزیزی، تو برای من مقدس، دانم تو را ندارم، دلی من از این غم بس. دانم تو را ندارم، دلی من از این غم بس. با هزار جیل و بازای با جهانی دیده هایم، با هزار نیاز و آرزو دل و دیده را کشایم. لحظه هایی با تو بودن، غمی دل کنار بودن،
لحظه های به تو بودن دل و دیدر و برایم لحظه های با تو بودن غمی دل کنار بودن لحظه های به تو بودن دل و دیدر و برایم لحظه های با تو بودن لحظه های جاویدانی لحظه های به تو بودن زندگانی زندگی نیست تو برای من عزیزی تو برای من مقود است دادم تو را ندارم عشقی من فسانه توست تو برای من عزیزی تو برای من مقود است دادم تو را ندارم عشقی من فسانه توست سرای سنگینی دل مشکن که لانه توست مبتلای زندگیم عشقی من فسانه توست کوه به کوه با تو رفتم تا به قله ها رسیدم آخران این بود که عشقم تا به اختران رسیدم کوه به کوه با تو رفتم تا به قله ها رسیدم آخران این بود که عشقم تا به اختران رسیدم لحظه های با تو بودن لحظه های جاویدانی لحظه های به تو بودن زندگانی زندگی نیست تو برای من عزیزی تو برای من مقود است دادم تو را ندارم عشقی من فسانه توست تو برای من عزیزی تو برای من مقود است دادم تو را ندارم عشقی من فسانه توست تو برای من عزیزی تو برای من مقود است دادم تو را ندارم عشقی من فسانه توست در خصوص پیشنهاد این سرود از جانب سیام کرم اندیشه من همین است که اصلا سیام کرم خودش یک هنرمند خیلی خوب است هر چیزی که با او سفارش می شود یا که هر قیمت کوشش میکند که تا همون لحظه درکاری یعنی همون جریان در حقیقت بسیار از بس که صدای خوب هم دارد و خوب تقلید هم میکند فکر میکنم که موفق شد. تشکر زیاد. این لحظه میخواهیم یک سرود از استاد عزیز و ارجمند ما هنرمند خیلی هم محبوب ما پرده قاسم پیشنهاد می‌کنم. ای گل به بلند دی قدت زار بمیرم در سلسله موی کجت زار بمیرم
دلبر و عشق تو پرواز دل و دیده من در فضای هوس ماهی درخشیده من عطر یادی تو بگل برگ خیالم شب و روز عطر یادی تو بگل برگ خیالم شب و روز نرود با نفس نبگل بالیده من نرود با نفس نبگل بالیده من ماهو خورشید فلک نامی تو را می جویم از هزار صوت و نواهای پسندیده من تو مرا از سر پیمانه پیوند و وفا ای سرآغاز من اختر تو عطر یادی تو بگل برگ خیالم شب و روز عطر یادی تو بگل برگ خیالم شب و روز نرود با نفس نبگل بالیده من نرود با نفس نبگل بالیده من دلبر و عشق تو پرواز دل و دیده من در فضای هوس ماهی درخشیده من در فضای هوس ماهی درخشیده من اظهار ارادتمندی میکنم از کل کارمندان تلویزیون تاجیکستان و انا همین رابطه ها است که ما نیز در رد و بدل بسیار عامل ها رو برای خودم گرفتم و از تشکیل کنندگان همین برنامه من تشکر میکنم. با اینکه چنین اوجی بلند دارد محیدین جان رو بینید که با چی استعدادی بلند اکتاو بلند میرود، یعنی که تماما یک مدولیت کسبی هنری در اثری که محیدین جان الان تقدیم نمودن انا همین تحولات در این آهنگ هست. ولی شما ببینید که با آزادی، با انتخاب لباس، با صدای فورم و گرفتن همون اوج بلند الکی خودش یک گمان میکنم که برای جامعه هنری نیست این برنامه یک مساعدت خوب میکند و من تبریک میگویم محیدین جان که به نهایت خوب. و یک خوشحالی دیگر این است که من در همکاری با همین وقتی ثبت در یک جایگی ما ثبت کردیم و بسیار امکانیت های دیگری دارند که حالا در برنامه های من بعد شاید که افشا می شود و من اظهار ارادتمندی و افتخار میکنم که چنین یک استعدادهای بلند دارند و واقعا هم من احساسی رضایت میکنم. تشکر. سلامت باشید.